یکی از مرموزترین مکانهای روی زمین جنگل آمازونه که اونقدر بزرگ و وسیعه که اگه یک کشور بود نهمین کشور بزرگ جهان محسوب میشد. درختان آمازون آنچنان بزرگ و بلندن که حتی نور به درستی به زمین نمیرسه. در چند سال گذشته چیزهای عجیبی در این جنگل یافت شده که با دیدن اون حتی دانشمندان هم متعجب شدن. مطمئناً شما در این تصویر تنها ساقه و شاخه‌های درخت رو مشاهده می‌کنید، اما زمانی که با دقت نگاه می‌کنید می‌بینید که بر روی درخت یک پرنده نشسته. نام این پرنده که تنها در جنگل آمازون یافت میشه پوتوئه که در هنر ماورای طبیعت بسیار ماهره. این پرنده به صورت عادی دیده نمیشه، زیرا اون شب به بیرون میاد و در روز اینگونه بر روی درخت پنهان میشه. اون همیشه چشمانش رو نیمه باز نگه می‌داره و ساعتها در حالت ایستاده قرار میگیره. آیا تا به حال درباره درختی که راه میره شنیدی؟ در جنگل آمازون درختی وجود داره که میتونه حرکت کنه. حتما تا کنون درختانی که حرکت میکنن رو تنها در فیلم‌های هالیوودی دیدید، اما جنگل آمازون به قدری اسرارآمیزه که هیچ کس نمیتونه تصورش رو بکنه. این درخت آنگونه که در فیلم‌ها مشاهده میکنید نمیتونه حرکت کنه، زیرا سرعت حرکت این درخت‌ها بسیار کنده و ریشه این درخت‌ها در مقایسه با دیگر درخت‌ها زودتر رشد میکنه. این درخت به گونه‌ای است که همیشه ریشه‌های عقبی اون با گذشت زمان خشک میشن، اما ریشه‌های جلویی اون رشد زیادی دارن و همین اتفاق باعث میشه که با سرعت کم به طرف نور خورشید حرکت کنه. این رودخونه‌ای که در جنگل آمازون کشف شده رو اگر جهنم زمین بدونیم اشتباه نکردیم. به محض تماس حیوانی با این رودخونه مرگ بسیار دردناکی رو متحمل میشه. دانشمندی به نام آندرس در دوران کودکیش همیشه از پدر بزرگش درباره رودخونه کشنده میشنید که آب اون همیشه در حال جوشیدنه. زمانی که بزرگ شد تصمیم گرفت این رودخونه رو پیدا کنه. در ابتدا داستان اون برای همه غیر قابل باور به نظر میرسید و هیچ کس اون رو باور نمیکرد. اما در سال 2011 آندرس با پیدا کردن این رودخونه همه دانشمندان رو متعجب کرد. به گفته اون دمای این رودخونه در تمام فصول سال بین 80 تا 100 درجه سانتیگراد باقی میمونه که اونقدر زیاده که پس از افتادن حیوانی در اون در عرض چند دقیقه نابود میشه. این رودخونه در جایی میتونه موجود باشه که در مجاورتش یک آتشفشان موجود باشه، اما جای تعجب اینجاست که هیچ گونه آتشفشانی حتی با فاصله زیاد از این رودخونه وجود نداره. برای دانشمندان چنین چیزی غیر ممکنه. حدود 70 گونه مار در آمازون یافت میشه. برخی از اونها بسیار کوچیک و برخی بسیار بزرگن. اما برخی از افراد معتقدن که مارهایی در اونجا وجود داره که بی‌حد بزرگن. سال گذشته این ویدیو در برزیل به اندازه کافی پخش شد. یک مار در حال عبور از جاده دیده شد. به همین ترتیب مدت‌ها این عکس در اینترنت سر و صدای زیادی برپا کرد که جسد اون توسط یک قایقران یافت شد. رمز و راز جنگل آمازون نه تنها به حیوانات و رودخانه ها متعلقه، بلکه شامل انواع مختلف انسان ها نیز میشه که هزاران سال دور از دسترس ما در این جنگل ها زندگی میکنن. گویا اونها دنیای دیگه ای رو در اینجا ساختن. هنگامی که محققین در مورد جنگل آمازون تحقیق کردن، به کمک پهپاد اونها چند فردی در اینجا رصد شدن که از دیدن پهپاد حیرت زده شده بودند. در این تصاویر پهپاد خانه‌های ساخته شده اونها نیز دیده میشه. حتی در برخی تصاویر اونها در حال حمله به پهپاد نیز دیده میشن.